بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در سومین درس یا دومین درس از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. در اثر دوم قرار داریم. اثری است که امام ابن بطة رحمه الله در این اثر می فرماید: وما امر به المؤمنین من مباینة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لأخطائهم وخطابهم. در اینجا می فرماید او چیزی که بر مؤمنین امر شدگی است که خود دور قرار بتن، دوری اختیار بکنن از کسانی که در عقیده با آنها مخالفت کردن و عهدی که با الله و رسول با مؤمنین داشتن بعدشان وفا نکردن، عهدشان شکستن. و طعن فی دینهم، و در دینشان طعنه وارد کردن، طعن زدن. مؤمنین باید چیکار بکنن با این طایفه‌ای که در عقیده با آنها مخالفت کردن، در دین آنها طعن زدن؟ باید چیکار بکنن؟ مجانبتهم، که از آنها خود دور بگیرن، و ترک مجالستهم، که از مجلس های آنها خود دور بگیرن، و الاستماع لاخطائهم و خطابهم، دور بگیرن، خود نشنون از سخنرانی های آنها، سخنانی که میگن، درس هایی که ارائه میکنن، از این چیزا خود دور بگیرن. چرا؟ زیرا الله سبحانه و تعالی فرموده است: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الله سبحانه و تعالی بر شما نازل کردگی است، دستور دادگی است در کتاب، در قرآن کریم: ان اذا سمعتم، زمانی که شما شنیدید آیات الله را که کفر ورزیده میشه به آیات الله و استهزاء میشه، در مجلس شما هستین که در اونجا میبینین در اون مجلس کفر صورت میگیره و در اون مجلس استهزاء به دین میشه، استهزاء به شعیره از شعائر دین صورت میگیره. الله تعالی میفرماید: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. شما با اونها در یک جا ننشینید، با اونها در یک جا نشست نکنید، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اونها در سخن دیگر بپردازن. اگر شما با اونها یک جا نشستید چی میشه؟ انکم اذا مثلهم، اگر شما با اونها در یک جا نشستید بیگمان شما مثل آنها میشین. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. الله سبحانه و تعالی کفار و منافقین که در جهنم یک جا جمع میکنه. ابو جعفر الطبری میفرماید که انکم اذا مثلهم یعنی وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثله، يعني فأنتم إن لم تقوموا عنه في تلك الحال مثلهم في فعلهم. الله تعالی بر شما دستور دادگی است که اگر در مجلس نشستین که با آیات الله کفر ورزیده میشه و استهزاء میشه و انتم تسمعون و شما میشنوین، ان لم تقوموا عنهم في تلك الحال، اگر در همین حالت از اونجا بر نخیزین و مخالفت خود نشان نتین و نگوین که شما کفر ورزیدین، این کفر است، مخالفت خود نشان نتین، مثلهم فی فعلهم، در فعلی که آنها انجام دادگی هستن شما مثل آنها صورت میگیرین، کفری که آنها کردگی هستن شما عین همون کفر شما مرتکب شدگی هستین. میفرماید به خاطر که شما نافرمانی الله را کردین با نشستنتان با کفار، با نشستنتان با کسانی که به آیات الله کفر ورزیدن، استهزاء به شعیره از شعائر دینی کردن، استهزاء به دین کردن، استهزاء به مؤمنین کردن، شما با آنها نشستین، از آنها شنیدین، چنانچه آنها با استهزایشان نافرمانی الله را کردن، کافر شدن، شما عین همی به خاطر که در اونجا نشستین همون معصیتی که آنها انجام دادن همون معصیتی که شما انجام داده هستین. و طبری میگه: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. یا یک دلیل آشکار می باشه که نهی شدگی از نشستن با اهل باطل، که از هر طایفه باشن، از هر نوع باشن، که اهل بدعت باشن، فساق باشن، که نهی شدگی است با آنها کس در یک جا نشست نباید صورت بگیره. ابراهیم تیمی از ابی وائل رضی الله عنه روایت کرده که میفرماید: ان الرجل لا يتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب ليضحك بها جلساؤه فيسخط الله عليهم. مرد سخنی را میزنه، انسان سخنی را میزنه در یک مجلس، سخن دروغی را میزنه که
مردم بخندانه. فکر بکنن به یک سخن دروغ یا فکاهی که مردم میخواد بخندانه، همه میخندن. فیسخط الله علیهم، یک سخن میزنه که خشم الله میای به سخن که الله تعالی به سبب همون سخنی که منفر گفتگی است، فیسخط الله علیهم، الله تعالی بر کل اهل مجلس که خشم خدا نازل میکنه. ابراهیم تیمی میگه ما به ابراهیم نخعی رحم الله گفتم که ابو وائل هم قسم گفت صدق ابو وائل أليس ذلك في كتاب الله أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. راست گفتگی است ابی وائل، آیا در کتاب الله نشنیدی که الله تعالی فرموده است اگر وقتی که شما شنیدین آیات الله مورد استهزاء و کفر قرار میگیره فلا تقعدوا معهم، شما با اونها نشست نکنین، اگه نشستین انکم اذا مثلهم، شما جمله آنها میشین. و در مصنف ابن ابی شیبه هشام ابن عروه از عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله روایت میکنه که میفرماید عمر ابن عبدالعزیز گروهی از مردم گرفت که شراب نوشیده بودن، آنها را میزد، شلاق میزد، حد سرشان جاری میکرد که در بینشان یک روزه‌دار بود، او را هم میزد. مردم گفتن که رجل صائم، گفت این روزه داشت چرا این را میزنین؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله گفت فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. همین آیه مبارکه را خواند که شما با آنها نشست نکنید تا که آنها به سخن دیگه بپردازند. در اینجا میبینیم که تابعی بزرگوار عمر ابن عبدالعزیز و یکی از خلفای راشد امت، خلفای بزرگوار امت رحمه الله تعالی، مردی را گیر میکنه که فقط در مجلس شراب نوشی، در مجلس نشسته بود که در اون مجلس مردم شراب نوشیده بودن، کفر انجام نداده بودن بلکه یک معصیت الله را کرده بودن، گناه کبیره انجام داده بودن. اما انسانی که روزه داشت امرم شلاق میزنه، به خاطری که چی؟ به خاطری که در مجلس نشست کرده که در اون مجلس که است معصیت الله سبحانه و تعالی صورت گرفتگی است. پس چی باشه به حال کسانی که در مجالس اهل بدعت می نشینن، در مجالس کفار می نشینن و در مجالس کفار، در مجالس اهل بدعت حتما کفر صورت میگیره. کافر کس امکان نداره که از کفر از صورت نگیره و کلمه کفری را نگوید، هیچ امکان نداره. پس بنان کسانی که در این مجلس ها می نشینن، در مجلس های کفری اهل بدعت می نشینن یا درس های اهل بدعت گوش میکنن یا در مدارس اهل بدعت داخل میشن، در مدارس کفار داخل میشن، در مدارس کفار داخل میشن که تعلیم بیاموزن. چی تعلیم بیاموزن؟ تعلیم بیاموزن که دموکراسی خوب است، تعلیم بیاموزن سیکولاریسم خوب است، وطن پرستی خوب است، ملیت گرایی خوب است. این چیزا را تعلیم بیاموزن. اینا یاد بگیرن که الله سبحانه و تعالی بر عرش نمی باشه، الله تعالی در هر جا هست. اینا بیاموزن که دنیا کس میگن از بینگ بونگ، از یک چیز انفجار به وجود آمدگی است، العیاذ بالله. یا همین قسم سخنان کفری دیگری که هست و این سخنان که در رگ بدنشان، در خونشان که تزریق میشه و این سخنان هر روز یک کفر نیست، ده ها کفر هر روز گفته میشه. این سخنان را میشنون، نمیتونن مخالفت خود اعلام بکنن. اگر در اگر مخالفت بکنن در دومی گرفتار میشن، ممکن علم نداشته باشن. اکثر کسانی در مجالس درسی، در پوهنتون ها و مکاتب ها و مدارس طاغوتی که در اینا داخل میشن طبعا علم ندارن. وقتی در اونجا داخل میشن العیاذ بالله از یک دروازه نی از دروازه دیگر، از دروازه دیگر در کفر داخل میشن، العیاذ بالله. چنانچه همین آیات خواندیم و دیدیم که سلف چه قسم معامله میکردن. امروز متاسفانه طوری شدگی است مردم افتخار میکنن، حتی کسایی که خود دعوای سنت میدانن، دعوای پیروی از سلفیت منهج سلف به سینه میزنن، اینها افتخار میکنن به اینکه یک سند داشته باشن، سند دکترا، سند ماستری، یک سندی داشته باشن از مدارس اهل بدعت، از مدارس کفار، از مدارس روافض، از مدارس مداخله، از مدارس اشعری های کافر و ماتریدی های مشرک و از اینا که یک سند داشته باشن. همه چیز افتخار میکنن، در حالی که این افتخار نیست بلکه کفر است. کسی در مجلس‌های از اون، در درس‌های از اون می‌نشینه و درس‌های از اون می‌آموزه، طبعا انسان کافر میشه. اعوذ بالله، الله تعالی ما را عافیت بده. و از همینجا به برادرها میگم که کسانی که در فیسبوک ها هستن یا در ویدیوهای در تلویزیون ها میبینن، اگه چشمشان به ویدیوهای میفته که در ویدیوها که از کفر است، استهزاء به انبیا است، مثل سریال هایی که درست کردگی هستن، به سریال به نام یوسف و سریال های به صالحین انبیا و اینا درست کردگی هستن که در اون اگر دقت شوه استهزاء است، استهزاء شدگی است و خلاف منهج اهل سنت و ویدیوها درست شدگی است. اکثر روافض درست کردن یا اخوانی های کافر درست کردن. دیدن از اونا که است یعنی العیاذ بالله خط بیم کفر میره، العیاذ بالله بیم کفر میره. چرا که در سریالا که است به انبیا، به صالحین کسی استهزاء شدگی است. کسی که اونها را میبینه و مخالفت خود نشان نمیده، به اون شکل میبینه انسان که است العیاذ بالله ایمان خود از دست میده و کافر میشه. الله تعالی ما را نجات بده. از همین خاطر در هر جایی که کفر دیدن، امروز که از اکثر کفر که در شبکه‌های اجتماعی میباشه، نشستا کم است و اکثر نشستا در شبکه‌های اجتماعی است. بنابراین در یک جای شما کفر دیدن، کفر خود همونجا اعلان بکنن، بیزاری خود اعلان بکنن به کفری که دیدگی هستن.
بگین یا الله ما از کفر بیزار هستم و در همون جنبه بگین که یا الله من بیزار هستم، اعوذ بالله، خود از کفر کس بیزاری خود اعلام بکنه، بیزاری خود اعلام بکنه تا ایمان شما سالم بمانه. لیکن اگر در یک مجلس قرار بگیرین که اتفاقی که خودتان نخواسته باشین، در اون مجلس اگر سخنی گفته میشه که اگر به اونجا استاد بشین خطر جانتون تمام میشه، یک حالتی است که امکان نداره. باز هم حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است، حدیث رسول صلی الله علیه و سلم است که میفرمایند هر کس از شما اگر منکر را دید، اگر میتونست با دست خود من بکنه، اگر نمیتونست با زبان خود من بکنه و اگر نمیتونست در قلب از مخالفت خود نشان بده، در قلب هم کس مخالفت نکرد، پس ایمانی نداره. ضعیفترین ایمان همون است که در قلب مخالفت خود نشان بده. وقتی در قلب مخالفت خود نشان نداد، العیاذ بالله ایمان از برداشته میشه، اعوذ بالله. و در شماره سوم امام ابن بطه رحمه الله میفرماید و امر رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الثلاثه الذين تخلفوا عنه بهجرانهم وبمباينتهم وامرهم ان يعتزلوا نساءهم حتى انزل الله عز وجل توبتهم. و رسول صلی الله علیه و سلم امر فرمودند در مورد سه نفری که در غزوه تبوک مخالفت کرده بودند، یعنی نرفته بودن، تخلف کرده بودن، در غزوه تبوک اشتراک نکرده بودن. سه نفر از مؤمنین که بودن، کعب رضی الله عنه با دو صحابی دیگری که بود، رسول صلی الله علیه و سلم مسلمانان را امر کردند که از اونها خود دور بگیرن و خودشان هم دور گرفتن. با اونها سلام نمیدادن، سلامشان علیک نمیکردن، با اونها سخن نمیگفتن، حتی امر کردن زنایشان که از اونها خود دور بگیرن. چرا این کار کردن؟ امام احمد رحمه الله میفرماید که نهى النبی صلی الله علیه و سلم عن کلام الثلاثه الذين تخلفوا بالمدینه حين خاف عليهم النفاق. رسول صلی الله علیه و سلم نهی فرمودن از سخن گفتن با سه نفری که در غزوه تبوک اشتراک نکرده بودن. چرا رسول صلی الله علیه و سلم نهی فرمودن؟ امام احمد میفرماید حين خاف عليهم النفاق، زمانی که ترسید که با اونها منافق نشده باشن. وقتی نفاق با اونها ترسید، رسول صلی الله علیه و سلم خود دور گرفتن. و امام احمد رحمه الله میفرماید و هكذا كل من خفنا علیه، و ما هم به همین قسم هستیم، هر کسی را که بترسیم از اون، بترسیم که در یک بدعت گرفتار نشده باشه، در نفاق گرفتار نشده باشه. اگر کسی را دیدین که با اهل بدعت نشست برخاست داره، سخنان اهل بدعت نقل میکنن، اگر یک بار برش میتونستین به عنوان نصیحت برش میفهماندین، خیر ان شاء الله برش بفهمانین. لیکن در بار دوم، در بار سوم بیزاری خود از اعلام بکنن. همین قسم از عبدالله بن مبارک و سفیان ثوری، از باقی ائمه سلف، از ایوب سختیانی رحمه الله نقل است که میفرمایند در یک جنازه بودن که کسی را آوردن که قرار بود که ایوب سختیانی رحمه الله تابعی جلیل القدر است که او را غسل بده. ایوب سختیانی وقتی چهره از را باز کرد گفت که بیاین رفیقتان خودتان غسل بدین، ما غسل نمیتونم، نماز جنازه‌ش هم نمیخوانم. گفتن چرا؟ گفت ما او را دیدم که با یک بدعتی که از راه میرفت. سبحان الله، ما او را دیدم که با یک بدعتی راه میرفت، فقط به همین قدر گپ گفت من جنازه از را نمیخوانم، غسلش هم نمیتونم. به همین شکل از عبدالله بن مبارک رحمه الله نقل است که یکی از دوستان او گفت که من رفتم سلام کردم، عبدالله بن مبارک سلام را علیک نگرفت، با من سخن نگفت. گفتم چرا این کار کرد؟ بسیار چی کردم؟ میگه آخر به من گفت که من تو را دیدم قطع فلانی به اهل بدعت کس نان میخوری در یک مجلس. میگه سبحان الله 2 ماه میگه عبدالله بن مبارک رحمه الله با ما گپ نمیزد. به همین شکل از ائمه سلف زیاد ثابت است که وقتی کسی را میدیدن که با اهل بدعت فقط در یک مجلس نشستگی است یا در یک جا راه رفتگی است، بیزاری خود از اعلان میکردن. چی برسه به کسی که خودش بدعتی باشه، چی برسه به کسی که خودش بدعتی باشه، حتی از کسی که با بدعتی مینشست بیزاری خود از اعلان میکردن. و امروز که از مردم زمان ما کلا کفار هستن، عموم مردم از خیش تبار ما باشه، از قوم باشه، از فامیل باشه، از دیگه مردم باشه، همه کافر شدگی هستن. وقتش است که مؤمن که از خود از مردم دور بگیره، کوشش خود، نهایت کوشش خود بکنه که از مردم دور بگیره. چرا؟ اگه دور نگرفت در منکری از منکرات یا در کفری از کفریات آنها که گرفتار میشه، آنها کفر انجام میدن که سکوت میکنه. الله سبحانه و تعالی ما را عافیت بده، الله تعالی ما را در منهج اهل سنت قرار بده برادران. و بغوی در شرح السنه میفرماید وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا على الخروج معه. می دلیل است که بیزاری شو، یعنی ترک شون اهل بدعت، زیرا رسول صلی الله علیه وسلم با کعب و یارانش ترسیدن که اونها موافق نشده باشند. به خاطر از او فامر بهجرانهم الى ان انزل الله عز وجل توبتهم وعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم براءتهم. میگه تایی که الله سبحانه و تعالی توبه از اونها را نازل کرد و رسول صلی الله علیه وسلم براءت از اونها را فهمیدن. وقد مضت الصحابه والتابعون واتباعهم وعلماء السنه على هذا مجمعين متفقين على معاداه اهل البدع
و مهاجرتهم. میگه صحابه و تابعین و کسایی که از آنها پیروی کردن و علمای اهل سنتی که بودن، اینا همه اجماع کردگی هستن، متفق هستن بر دشمنی اهل بدعت و ترک کردنشان. همهشون اگر کتب سلف باز بکنیم، تمام کتب سلف در ابتدا که از بیزاری از اهل بدعت باز میشه. در هر کتاب از ائمه سلف که 100 صفحه یا 200 صفحه در بعضی از کتابها، مثل کتاب امام ابن بطه، کتاب شریعه امام ماجوری و در کتاب سنه امام خلال و به همین شکل در کتاب اصول سنه لالکایی، در هر کدامشون تقریبا 100 صفحه 200 صفحه یا بیشتر از در رد اهل بدعت، در دوری از اهل بدعت، در مجانبت اهل بدعت، در دوری گرفتن از اهل بدعت به او سخن گفتگی هستند. و این مذهب ائمه سلف بود. مذهب ائمه سلف بود. با کسی که بدعتی است بیزاری خود از اعلان میکرد و این دینی است که الله سبحانه و تعالی بر ما دستور داده است. چرا؟ چون ولاء و البراء از دین میباشه، از اصل دین میباشه. الولاء و البراء، دوستی و دشمنی. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی حلاوت ایمان میچشه که دوستی و دشمنی خود به خاطر الله انجام بده، دوستی و دشمنیش به خاطر الله باشه. و در اثر چهارم امام ابن بطه رحمه الله از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث را نقل میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى اخاه فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. اولین نقصی که بر بنی اسرائیل وارد شد این بود که یک نفر برادر خودم میدید، کسی را مثال میدید که بر یک منکری است، داره یک منکری انجام میده، برش میگفت یا هذا، ای آدم، ای برادر، اتق الله، از الله بترس. میگفت ودع ما تصنع، ترک بکن چیزی که انجام میدی، گناهی را که کرده رای سیر انجام نتی، ترکش بکن. فانه لا يحل لك، این بر تو حلال نمی باشه. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. اینمی گناه انجام میدادن، معصیت گناه انجام میدادن، سبب نمیشد که اینا دوری خود از اونا دور بگیرن، بلکه فردایش که میشد میرفتن با اونا یک جا مینشستن، با اونا یک جا میخوردن، یک جا مینوشیدن، یک جا نشست میکردن. زمانی که کار انجام دادن، امروز نهی از منکر میکردن، فردا با اونا که باز برادرشان میشن در یک مجلس مینشستن. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. الله سبحانه و تعالی قلب بعضیشان و بعضی دیگهشان زد، یعنی الله تعالی قلبهایشان سیاه کرد، همهشان مثل خودشان کرد و الله تعالی اونها را لعنت کرد. رسول صلی الله علیه و سلم آیت تلاوت کردن، بعد از اینکه این را بیان کردن این آیت تلاوت کردن که الله تعالی در سوره المائده آیت 78 تا 81 فرمودگی است: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی بن مریم. لعنت شدن کفاری از بنی اسرائیل بر لسان داوود و عیسی بن مریم. بر لسان داوود که داوود علیه السلام اونها را لعنت کرد، گفت یا الله اینا را لعنت بکن و اسرا نمیشن. و بر لسان عیسی بن مریم که عیسی علیه السلام هم قوم خودم کسانی که از الله تعالی مائده هم دسترخوان خواسته بودن، عیسی علیه السلام اونها را لعنت کرد. الله تعالی میگه اینا لعنت شدن به خاطر کفر ورزیدن، ذلک بما عصوا و كانوا يعتدون، به خاطر اینا نافرمانی الله را کردن و تجاوز کردن. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. الله تعالی میفرماید میبینی بسیار از اینا را که کفار که از به ولایت میگیرن، به دوستی میگیرن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. چه یک بد کاری است که اینا انجام میدن بر نفسهای خودن، بر نفسهایشان که الله سبحانه و تعالی بر آنها خشم کردگی است و در عذاب خالد و جاودان میمانند. و در ادامه میفرماید الله تعالی میبینین ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر آنها به الله و نبی و اون چیزی که الله تعالی نازل کرده ایمان می‌داشتن، هرگز کفار به دوستی خود نمیگرفتن، به ولایت نمیگرفتن، هرگز اهل بدعت به ولایت نمیگرفتن. میبینیم که در این آیت بیان شدگی است. قبل از رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث بیان کردن، در اینجا در تفسیر این آیت بیان کردن، در بنی اسرائیل طوری بود که امروز نهی از منکر میکرد، فردا با اون کسی که منکر انجام داده یک جا مینشستن، یک جا با میخوردن، مینوشیدن، برادرشان میشدن. از او خاطر الله سبحانه و تعالی در اینجا لعنت کرد و داوود علیه السلام که در زمانشان بود و عیسی علیه السلام که در زمان بود، اینا را لعنت کردن، از الله تعالی عذاب خواستن، الله تعالی اونها را عذاب کرد. و الله تعالی در این آخر آیت میفرمایه که ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولیاء. اگر آنها به الله و نبی و چیزی که نازل شده ایمان می‌داشتن، هرگز دشمنای الله را به ولایت نمیگرفتن، هرگز اهل بدعت به ولایت نمیگرفتن. یقینا کسی که اهل بدعت به دوستی میگیره، کسی که کفار به دوستی میگیره، کسی که اشاعره و ماتریدی را به دوستی میگیره، کسایی که صفات الله را انکار کردن، مثل نووی، ابن حجر، ابن حزم، امثالش از کفاری که صفات الله را انکار کردن، کسانی که از اهل رأی که به دوستی میگیرن، این فساق کفار اینا را به دوستی میگیرن، اینا که از هیچ دوستی با الله ندارن. اگر به الله و نبی و او چیزی که نازل شده اگر ایمان می‌داشتن، هرگز کفار به دوستی نمیگرفتن. اثر دیگه که در اثر 5 میخوانیم، اثری است که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها
وبعضهم أعلاها وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فیؤذونهم. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند مثال کسانی که حدود الهی را رعایت میکنند و آنانی که رعایت نمیکنند مانند گروهی است که سوار کشتی میشن. این خوب گوش کنین چه خوب مثال میتن رسول صلی الله علیه و سلم. میگن مثال کسی که حدود الهی را رعایت میکنه و کسی که رعایت نمیکنه مانند گروهی است که سوار کشتی میشن و با قرعه کشی برخی از آنها در طبقه بالا و عده‌ای در طبقه پایین قرار میگیرند. آنانی که در طبقه پایین قرار میگیرند برای دسترسی به آب به طبقه بالا رفت آمد میکنند. لذا میگن بهتر است که آب در بالا میباشه. کسانی که پایین هستن به خاطر آب میرن به بالا میرن. لذا میگن بهتر است برای که مزاحم همسفران خود در طبقه بالا نشویم سوراخی در طبقه پایین ایجاد کنیم و از دریا آب برداریم. اگر مسافران طبقه بالا مانع آنها نشن و آنها را با تصمیمی که گرفتن آزاد بگذارن همگی هلاک غرق میگردن. اگر مانع آنها شان همه آنها نجات مییابند. سبحان الله، چه یک مثال خوبی رسول صلی الله علیه و سلم میتن. کسی که نهی از منکر میکنه و کسی که نهی از منکر نمیکنه. میفرماید اگر کسی که نهی از منکر نمیکنه اگر مردم به حالت خودشان بگذار بگه مرا چی به حال بگذار مردم هر چی که میشن، اگر عذاب الهی به همهشان هلاک میکنه. عذاب الهی به همه مردم کس هلاک میکنه. اگر اینا کس نهی از منکر بکنن امید است که اونها هم کس از منکری که انجام میتن در او کفر معصیت گرفتار هستن از او کفر معصیت خود دور قرار بدن یا حداقل عذاب الهی که آمد عذاب الهی کس این طایفه از مؤمنین که نهی از منکر میکردن الله تعالی اینا رو نجات بده. چنانچه الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف از آیات 164 تا 166 بیان کردگی است و اذ قالت امه منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. در بنی اسرائیل طایفه بودن که نهی از منکر میکردن. الله تعالی در قصه دیگر بیان کردگی است اینا نهی از منکر میکردن لیکن کسانی بودن که خودشون منکر انجام نمیدادن لیکن نهی از منکر هم نمیکردن. میگفتن ما را چی به کار مردم. او کسایی که از نهی از منکر نمیکردن به این کسایی که نهی از منکر میکردن یعنی دعوتگرای دین بودن به اینا گفتن که لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. چرا وعظ میتین نصیحت میکنن قومی را که الله تعالی اینا را هلاک میکنه یا عذابشون میته عذاب دردناک. گفتن معذره الی ربکم ولعلهم یتقون. این کسایی که نهی از منکر میکردن گفتن میخوایم که معذرت خود به الله پیش بکنیم عذر خود به الله پیش بکنیم و امید داریم که اونام که از گناهی که انجام میتن از منکری که انجام میتن از گناه خود دور قرار بدن. الله سبحانه و تعالی میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. زمانی که آنها فراموش کردن و چیزی که برایشان پند داده شده بود انجینا الذين ينهون عن السوء نجات دادیم کسانی که از سوء از اون منکر از اون زشتی که از مردم باز می‌داشتن. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید زمانی که عذاب ما آمد انجینا الذين ينهون عن السوء فقط کسانی را نجات دادیم که نهی از منکر میکردن و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون و گرفتیم عذاب دادیم کسانی را که ظلم کرده بودن بر نفسهایشان. الله تعالی میگه بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون به عذاب سخت گرفتارشان ساختیم. یعنی از این آیات فهمیده میشه که نهی از منکر مؤمنین باید داشته باشن. باید نهی از منکر بکنن. کسی را که نهی از منکر کردی قرار نیست که با او در یک جا بنشینی در روی یک جا بخوری یک جا بنوشی با او کس. باید نهی از منکر کرد با اونها نشست نکرد. با کسی که بدعتی انجام میده معصیت را انجام میده گناه را انجام میده باید بیزاری خود از اعلام بکنیم از او بدعتی که انجام دادگی است. نظر به بدعتی که نظر به معصیتی کردگی است. اگر معصیتش با کفر میرسید که بیزاری صورت میگیره که بیزاری یعنی بیزار هستیم که یعنی تکفیر میشه. لیکن اگر معصیت انجام میده که گناهی کبیره است و این مصر میباشه نظر به اون گناهی که انجام میده از خود دور قرار بدیم تا بلکه اصلاح شه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.